امروز باز امکان داریم توسط نمایش باز به گوشه زیبای تاجیکستان سفر نماییم. این موضع نوبنیاد علاقه دقت اکثریت را به خود جلب نموده است. ممنوعگاه خوتالان. جمعیتی دارای مسئولیتش محدود خوتالان در حدود ناحیه دنقره جایگیر شده است. مساحت زمین‌های ممنوعگاه خوتالان 6000 گکتار را تشکیل داده با دستور و هدایت‌های سرور دولت در اینجا پرندگان چروای نادر از قبیل آهوی خالدار، اوریال، گوسفند کوهی بخارایی، موفلان و از پرندگان باشد اساساً تزرب پرورش می‌یابد. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان درباره زیاد نمودن سرشمار آهوی خالدار، گوزن بخارایی، خوک وحشی و مرغ تزرب قرار مخصوص قبول نموده بود و در دایره تطبیق این قرار تا امروز در سراسر کشور برای رشد ساحه، پرورش بیشتر چاروا و پرندگان نادر که به کتاب سرخ تاجیکستان وارد کرده شده است، تدبیرهای مشخص عملی می‌گردد. این حال در ممنوعگاه خوتالان بیش از 500 سر آهوی خالدار موجود است و با توصیه پرزیدنت مملکت به خاطر افزایش سرشماری آن، اینچنین تازه کردن نسل حیوان نادر امروز بیش از 70 سر آهوی خالدار را که از فدراسیون روسیه وارد کرده شد با اقلیم مطابقت تاجیکستان مطابق می باشد در حدود ممنوعگاه سر دادند. بعد اعلان شدن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و بهتر کردن وضع فعالیت ممنوعگاه‌های کشور، توجه سیاحان خارجی از جمله شکارچیان و امکانات‌های رشد توریسم بین‌المللی تاجیکستان بیشتر می‌گردد. خبر معلوم است در ممنوعگاه خوتالان بغیر از حیوانات نادر، پرورش پرنده‌های نادر نیز به راه مانده می شود. سال 2017 مرغ فزن یا که تزرب نیز از چخیا به جمهوری تاجیکستان آورده شد و از روی معلومات متخصصان تنها در سال 2018 بیش از 1200 سر پرنده فزن در ممنوعگاه‌های ناحیه دنقره برای افزایش سر داده شدند. در ممنوعگاه خوتالان همچنین 90 گکتار باغ میوه‌دهنده درختان سیب، ناک و چهارمغز موجود است. در ممنوعگاه خوتالان امکانی در همه فصل‌های سال پرورش و نگاه‌بینی جانوران و عالم نباتات حفظ شونده موجود است.
آینده با نظرداشت امکانات‌های فراخ، باد و هوای مساعد و زمین زرخیز برای پرورش حیوانات نادر موافق، امید است که این ممنوعگاه برای جلب باز هم بیشتر سیاحان و محققان مساعدت نماید. آینده با نظرداشت امکانات‌های فراخ، باد و هوای مساعد و زمین زرخیز برای پرورش حیوانات نادر موافق، امید است که این ممنوعگاه برای جلب باز هم بیشتر سیاحان و محققان مساعدت می‌کند.